تاتار تاجیکستان که در قلمرو روسیه گروهی جوانان روس به آن حمله کردند، شب 30 اکتبر وارد دوشنبه شد. در این حمله چند نفر مسافران جراحت برداشتند. مسافران میگویند حمله کنندگان شعارهای ملتگرایانه میدادند. راه آهن تاجیکستان برای آسیب رسیده جبران طلب کرده است و سفارت تاجیکستان به وزارت خارجه روسیه اعتراض فرستاده است. نیروهای امنیتی در شهر کویته پاکستان محل بمبگذاری شام 30 اکتبر را تفتیش می‌کنند. در آن 4 نفر کشته 16 نفر زخمی شده اند. مقامات میگویند که مواد ترکنده در دوچرخه گذاشته شده بوده است. در کویته وقت‌های اخیر بمبگذاری‌های مرگبار رخ داده است و در اکثر آنها هزارها هدف قرار گرفته‌اند. در باکو مرافعه پرونده گلیار احمدова نماینده پیشین پارلمان شروع شده است. وی را برای رشوه‌خواری و سوء استفاده از مقام متهم می‌دانند. رکتور یکی از دانشگاه‌ها نواری را نشان داده است که در آن احمدova برای کرسی پارلمان رشوه می‌خواهد. در روسیه سازمان غیر دولتی زنان منطقه‌ای دان مورد بازپرسی دادستانی نووچرکاسک قرار گرفته است. دادستانی میگوید سازمان خود را چون اگنت خارجی ثبت نام نکرده است. سازمان از خارج پول میگرفت ولی به سیاست دخل نمیکرد. گروه‌های حقوق بشر میگویند قانون اگنت خارجی فعالیت جامعه شهروندی را مشکل کرده است. در الماتا زنان اعضای سازمان با نام صاحبی خانه پنجمین روز گرسنه‌نشینی خود را برای غیر عادلانه علاوه شدن پول خانه ها ادامه دادند. فعالان از حکومت خواستند که برای پیشگیری از بالا بردن نرخ خانه ها دخالت کند. خلاصه خبرها را از رادیوی آزادی میشنیدید.